سلام، امیدوارم شاد و پر انرژی باشین. امروز میخوایم با هم دیگه قو درست کنیم. برای درست کردن این قو نیاز به یک کاغذ یک رو رنگی داریم و دقت کنید که در شکل نهایی فقط یک سمت کاغذ نمایش داده میشه. کاغذاتون رو آماده کنین تا با هم قو رو درست کنیم. برای شروع نیاز به تای زبدری داریم. باز میکنیم تای دوم. به این شکل. حالا این گوشه ها رو تا میکنیم تا خط وسط. به این شکل. این سمت هم به همین شکل تا میکنیم. خب این قسمت پشتی رو نگاه کنید. اینجا رو تا میکنیم. به شکلی که بچسبه به این خط پشت. حالا این قسمت رو تا میزنیم که سر و نوک قو رو تشکیل میده. 1 سانت کافی هستش، 1 تا 1.5 سانت. این قو تخت هستش، میخوایم به این قو حجم بدیم و 1 بعدی رو تبدیل به 2 بعدی کنیم. میایم از این قسمت تا میزنیم. به این شکل. حالا گردن قو رو به بالا حرکت میدیم تا شکل کامل بشه. برای نوک قو این قسمت رو 1 مقدار تا میزنیم، شکل میدیم. به این صورت. خب شکلمون به آخرش رسید. برای اتمام کار بالهای قو رو باز میکنیم، بهش یکم حجم میدیم، شکل میدیم. میتونیم داخل 2 تا بال قو پاکن، گیره یا حتی شکلات قرار بدیم. به این شکل. اگر خوشتون اومد لایک کنید و منتظر آموزش های بعدیمون باشین.